سرکار خانم عاطفه جعفری دیگر شاعری هستند که برای ما غزلی خواهند خوند تقدیم به شهدای فاطمیون. خواهر بزرگوارم سرکار خانم عاطفه جعفری، شاعران مهاجر افغانستان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم افسر شما. سلام علیکم و رحمت الله. و همچنین سلام گرم دوستان و عزیزانم را از مشهد خدمتتون ابلاغ می‌کنم. کیا؟ دوستان و عزیزان مشهدی رو خدمتتون ابلاغ می‌کنم. سلام ما رو هم بهشون برسونید. خیلی باشید. ممنون. غزلی تقدیم می‌کنم به شهدای فاطمیون. کوچه هامان پر از سیاهی بود، شهر را از عزا درآوردند. کوچه هامان پر از سیاهی بود، شهر را از عزا درآوردند. چشم‌های ستاره ها خندید، ماه را سمت دیگر آوردند. ماه را سمت دیگر آوردند. شاخه هایی که سرفرازانند، میوه هایی که جلوه باغند، مادران مثل ام لیلایند که پسر مثل اکبر آوردند. آفرین. روی تابوت هایشان بستند پرچمی که به رنگ خورشید است. فاطمیون فداییان حرم، سرورانی که سر برآوردند. آفرین. قصه ها را یکی یکی خواندند، آخر ماجرا سفر کردند. عاشقی هم برایشان کم بود، عشق بردند و باور آوردند. عصر یک جمعه بهاری بود، عصر یک جمعه بهاری بود، همه در انتظارشان بودیم. بادهای بهاری از هر باغ، لاله هایی معطر آوردند. آفرین. تشکر. خیلی ممنون خانم، خیلی ممنون. خیلی خوب. شهدای مظلوم فاطمیون جا داره که به اونها واقعا پرداخته بشه. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم